بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمدلله ثم الحمدلله که باز هم الله سبحانه و تعالی برای ما و شما توفیق نصیب کرد که در درس از درس‌های عقیده توحید بنشینیم و نام‌های از نام‌های الله سبحانه و تعالی را، این نام‌ها را بیاموزیم، به خاطر از اینکه در این عصر و در هر عصر برای یک مسلمان بسیار مهم است که این مسلمان الله را بشناسه. و اگر ما الله سبحانه و تعالی را همون قسمی که به جلال و عظمت شایسته هست بشناسیم، در این صورت باز ما هر حکم الله سبحانه و تعالی را همون قسمی که شایسته هست به ذات الله سبحانه و تعالی و به صفاتش و به افعالش و به عبادتش، و مو شکل ما هر امر الله را بالای خود تطبیق میکنیم و احکام الله را بالای خود تطبیق میکنیم. و مشکل اساسی نمی هست که وقتی بسیاری وقتا مثلا بحث‌های اعتقادی و درس‌های فقهی خوانده میشه، لکن بسیاری کسا مثلا مدت زیاد نام‌های الله را و صفات الله را و ای عظمت الله را و ای که مستحق عبادت الله هست بسیاری مسائل نمیفهمن، و وقتی که انسان این مسائل نفهمید برش مشکل پیدا میشه. الله متعال میگه که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. اگر این قرآن ما بالای کوه نازل میکردیم، این کوه که بسیار بزرگ است کوه، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله، اینا مثلا در خشوع میبودن، در تصدع و عاجزی به بیچارگی سرگرفتگی از چی میبودن؟ از خشیت الله میبودن. پس چطور یک انسانی که قرآن میخوانه و ای به الله خشوع نمیداشته باشه، بازم از راه الله منحرف میشه و از عقیده توحید و ایمانداری و دینداری منحرف میشه. مشکلش است که این امی قرآن عظیم شانه که بالا از اینا نازل شدن ایره درست نمیخوانه، درست با آیات قرآن تفکر و تدبر نمیکنه و اسماء و صفات الله را به عظمتش نمیشناسه. پس امی هست که ما و شما باید تمام نامها و صفات الله سبحانه و تعالی را به شکل دقیق بفهمیم. از این خاطر در قرآن عظیم شان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار نامها و صفات الله سبحانه و تعالی بیان شدند. از جمله نامهای الله سبحانه و تعالی نامهای القادر، القدیر و المقتدر الله سبحانه و تعالی هست. القادر یعنی ذات قدرتمنده که با قدرت خود تقدیر میکنه. پس قادر و قدیر و مقتدر چی معنی؟ یعنی اول ذاتی که یا خالقی که قدرت مطلق داره، هر چیزی که بخواهد او را انجام میده و هیچ کسی در مقابل قدرت از او استادگی نمیتونه. کسی نمیتونه که الله را عاجز بکنه. از این خاطر چون الله قادر است، قدرتمند است، قدیر است، بسیار قدرتمند است، مقتدر است، بسیار قدرتمند است. پس خالقی که یکی، دوم خالقی که تقدیر میکنه و مقدرات و هر چیز ترتیب میکنه و این تقدیر خود تنفیذ میکنه به قدرت خود تقدیر میکنه و به قدرت خود تنفیذ میکنه و با قدرت خود او را انجام میده و کسی او را عاجز ساخته نمیتونه، چون ذات قادر است و قدیر است و مقتدر است. این قسم الله را بشناسیم. ذات قدرتمنده که تقدیر میکنه و کسی تقدیر از او را تغییر داده نمیتونه، و وقتی که تنفیذ میکنه تقدیر خود، کسی نیست که مثلا تقدیر از او را مثلا در تنفیذش مانع شوه یا عاجزش بسازه، نه خیر. پس خالقی که در تقدیر میکنه قضا و قدر اینا کلش به تصرف از او هست، قدرتمند است و به هر کمیت و کیفیتی که باشه بالای از او قدرت الله سبحانه و تعالی، یعنی مخلوق به هر کمیتی که زیاد باشن
و به هر کمیتی که مخلوقات قدرتمند باشن الله بالای از اونا ذات قدرتمند است. به این شکل انسان مؤمن میفهمه که او اللهی که قادر است و قدیر است و مقتدر است قدرت بسیار زیاد داره و ما مخلوقات در مقابل قدرت الله بسیار عاجز و ناتوان هستیم. نامهای القاهر و القهار و الدیان الله سبحانه و تعالی، خالقی که مسلط بر تمام بنده هایش است. قاهر است یعنی مسلط است، قهار است به نهایت مسلط است، یعنی مخلوقات به هر کمیت و کیفیتی که باشند، هر قدر تعدادشان زیاد باشه و هر قدر قوی باشن مثل جبریل و میکائیل و اسرافیل، الله سبحانه و تعالی بالای از اینا مسلط است و الدیان هست. ذات قاهر و قهار الدیان یعنی خالق هست که کمر دشمنای خودم مشکنانه، قاهر است و اونا را هلاک و نابود میکنه. ذاتی که دارای قهر و سلطه و قدرت است و هر کسی که در مقابل ربوبیت از و الوهیت از قرار میگیره، الله سبحانه و تعالی او را در قهر و غضب خود گرفته او را هلاک و نابود میکنه. این هست صفات القادر، القاهر، القهار و صفت الدیان الله است و ذاتی هست که همه مخلوقات به او اطاعت میکنن و تسلیم از او هستند. مالک دیان هست الله سبحانه و تعالی، هم در دنیا و هم در آخرت، و خالق هست که حساب گیرنده هست، از حساب هر مخلوق میگیره. چرا؟ القاهر، القهار و الدیان است. از نامهای الله سبحانه و تعالی القوی، المتین. القوی ذاتی که بسیار قوی هست و بسیار متانت و قوت داره، خالقی که قوت و قدرتش لامنتها هست، در افعالش مشقت رخ نمیدهد و برش خستگی و ماندگی و ایگبها پریشانی رخ نمیده. چرا؟ ذات قوی هست، ذاتی که در ذاتش و در افعالش و در صفاتش کسی مانع شده نمیتونه. القوی هست و المتین است. ذات القوی و المتین ذاتی هست که اولیایش را نصرت میکنه و در نصرت و کمک اولیایش بسیار قوی و متین هست، و ذاتی که در گرفتن دشمنانش قوی هست. ان بطش ربک لشدید و بسیار متین هست و دشمنای خود با قوت خود هلاک میکنه. این ذات قدرتمند است و ذات قویه که ما تمامی مخلوقات در مقابل از او عاجزی خود و ناتوانی خود و احتیاج خود اعلان میکنیم. او ذات قوی هست و متین است و ما انسانهای ضعیف و ناتوان هستیم. دیگر از نامهای الله سبحانه و تعالی القیوم هست. القیوم خالقی که به ذاتش پایدار هست و دیگران، استادگی دیگران به او تعلق میگیره. ما را الله خودش قیوم هست، پابرجا هست، و ما وقتی که میخواهیم که استاد شویم یا بشینیم یا زندگی بکنیم به او محتاج هستیم. الله القیوم است، اداره کننده هست، تدبیر کننده هست، رعایت میکنه، رزق میده، حفظ میکنه. القیوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. او ذات زنده حقیقیه که کاملا پایدار هست و بالای هر چیز قدرتمند است و او را با اساس امی زندگی حقیقی و با اساس پایداری حقیقی خواب و مقدمات خواب را نمیگیره. لا تأخذه سنة ولا نوم. خالق است که تمام مخلوقات خدا کنترل و اداره میکنه. ما کل ما تحت اداره و تحت کنترل و تحت رعایت از او هستیم.
برای ما هر چیز داده و زندگی ما را کنترل میکنه و مرگ ما با تصرف از او هست و رزق ما و حفظ ما میکنه. پس او خالق است که القیوم هست. از نامهای الله سبحانه و تعالی العلی، الاعلی، المتعالی. وقتی که ما شما سجده میکنیم میگیم سبحان ربی الاعلی، العلی العظیم، یعنی ذاتی که دارای علو و بلندی هست در ذاتش، در صفاتش و در قدرتش و در منزلتش. بسیار عالی مقام است، مقام بسیار عالی داره. ذاتش عالی هست از همه، صفاتش عالی هست از صفات همه، منزلتش عالی هست از منزلت همه و قدرتش عالی هست از قدرت همه. پس او ذاتی است که العلی هست، الاعلی هست. سبح اسم ربک الاعلی، تسبح بگو به نام ربت که الاعلی بسیار دارای مقام عالی هست، دارای علو است در ذات و صفات و افعالش. سبحان الله، خالقی که عالی مقام و هیچ کسی از او عالی تر شده نمیتونه، بوده نمیتونه. او ذات عالی و عظیم است، ذات است که رب اعلا هست، با علو و بزرگی هست. دیگه از نامهای الله سبحانه و تعالی نام الغنی الله هست. والله غنی عن العالمین، ان الله غنی حمید. الله ذات است که خالق هست که ذاتش غنی هست از ذات مخلوقات، صفاتش غنی هست از صفات مخلوقات، افعالش غنی هست از افعال مخلوقات. به عبادت ما هیچ ضرورت نداره. ما هستیم که به الله محتاج هستیم و بر از او عذر میکنیم و رکوع میکنیم و سجده میکنیم و دست دعا بلند میکنیم و عبادت میکنیم، چون ما محتاج هستیم و الله با ما احتیاج نداره. به عبادت ما هم احتیاج نداره، با مال کسی احتیاج نداره. الله متعال ذات غنی هست و همه نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و ملائکه و عالم انس و عالم جن و تمام عالمیان به او محتاج هستند و الله غنی هست و به هیچ کسی محتاج نیست. پس خالق که از هر چیزی که در نزد شما هست غنی هست، به هیچ چیزی کسی محتاج نیست، نیازمند نیست، همه به او محتاج هستند و او غنی مطلق است و به خاطر غنی بودنش مستحق عبادت است. او ذات است، چون غنی هست از همه چیز، پس ما محتاج هستیم به اطاعت و به عبادتش. دیگه از نامهای الله سبحانه و تعالی نام المجید الله سبحانه و تعالی هست. نام المجید الله سبحانه و تعالی خالقی که دارای عظمت و شرف در ذات، صفات و افعالش می باشه. مجید هست، دارای مجد است، دارای عزت است و عظمت است و قدرت است در ذات و صفات افعالش. دارای مجد و کبریا موصوف است. این صفت الله سبحانه و تعالی هست و ذاتی هست که مخلوقات قلبهای بندهانش به چی میکنه؟ قلبهای بنده ها و اولیایش به دوستانش از عظمت و از جلال از او پر و مملوء می باشند.